السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبکه فکرهای اسلامی مردم تاجیک و مسلمانان تمام دنیا را با فرارسی ماه شریف رمضان تبریک و تهنیت میگوید. این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه خزینه آخرت، ماه قرابت به الله رحیم و ماه دوستی و بخشیدن یکدیگر می باشد. الله درباره این ماه چنین فرمود: ماه رمضان آن است که در آن قرآن همچون راهنما برای مردمان و سخنان روشن از هدایت و جدا کننده حق و باطل فرود آورده شد و هر که از شما آن ماه را دریابد پس البته در آن روزه دارد و هر که بیمار یا مسافر باشد پس برای وی به شمار آنچه فوت شد از روزهای دیگر لازم است و خدا را به شکر آن که به شما راه نموده است و بزرگی یاد کنید و باشد که شما شکرگزار شوید. عین زمان از الله قادر طلبگار آنم که برای گذشت از امتحان‌های به سر مسلمانان آمده آسانی و یاردم خود را عطا نماید.